سلام بچه‌ها، وقتی شما بخیر باشه. من سارا هستم و امروز یکی از مهمترین ویدیوهای این چنل رو رکورد می‌کنیم. امروز می‌خوام راجع به این صحبت بکنم که چگونه باید کتاب بخونیم. چرا هم تصمیم گرفتم که راجع به این قضیه صحبت بکنم؟ به خاطر اینکه فیدبکایی که از بچه‌ها می‌گرفتم تو اینستاگرام که چطور کتاب می‌خونی که یادت میمونه، که یک لایه عمیق‌تر از متن اصلی میری، چطور انتخاب می‌کنی که چی بخونی و تمام اینها دغدغه‌هایی بود که فکر می‌کنم خیلی از ماها حتی برای شروع کتابخوانی باهاشون مواجهیم و فکر می‌کنیم که وای الان من برم کتاب چی بخونم، میریم تو کتاب فروشی گوگیجه میگیریم که وای من نمیدونم الان چیکار کنم و این داستانا، یا وقتی یک کتاب رو باز می‌کنیم شروع می‌کنیم به خوندن نمی‌فهمیم که اصلا داره راجع به چی صحبت می‌کنه و شک می‌کنیم به خودمون. گفتم شاید این ویدیو بهمون کمک کنه، به اونایی که ابتدای راهن بیشتر، به اونایی هم که در میانه راه مسیر کتابخونیان و عشق بازی با ادبیات، که خب اگر حس کردید که من درست میگم میتونید یه سری چیزا رو تغییر بدید، اگر هم که نه که کارتون درسته و همینطوری که هستید اگر که به اون چیزی که میخواید میرسید ولدان. صحبتی که میکنم از این کتابه چگونه کتاب بخوانیم که یکی از فالوورای خیلی خوبم به معرفی کرده، دستش هم درد نکنه. فکر کردم که خب یک مخاطب عام نمیره 400 صفحه کتاب رو بخونه برای اینکه یاد بگیره چطور کتاب بخونه، پس بهترین کار اینه که من بیام تو 10 دقیقه براش صحبت بکنم و بگم که چطوری اگه کتاب بخونی بهتره و بیشتر یادت میمونه و بیشتر عشق خواهی کرد و ذهنت رو ارتقا خواهی داد، رشد ذهنی و اینا. اول بیایید به این مسئله بپردازیم که اصلا اصولا خواننده چه کسیه. خواننده کتاب کسیه که بیشتر دانش و اطلاعات و دیتایی رو که از محیط دریافت میکنه از کتاب خوندنه. حالا نمیگم کتاب، ممکنه از خوندن مقاله یا هر چیز دیگری باشه. راجع به این قضیه قبلا صحبت کردم که تماشای میدیا و خوندن پرس، مطبوعات و این قبیل منابع خبری یا حتی منابع علمی مثلا مجله ها و امثال هم ایده خوبی نیست. چرا؟ به این خاطر که یک بار دیگه هم صحبت کردم راجع به این قضیه، کسی که میخواد به شما دیتایی رو راجع به چیزی بده میاد با یک جانبداری خاصی اون رو نقل میکنه، یعنی چیزی رو که خودش فکر میکنه درسته در قالبی، در شمایلی قرار میده که خوشایند شما باشه و شما بگید ای راست میگه، چطور خودم تا اینجا بهش فکر نکرده بودم، و چیزی رو که میخواد شما هم دوستش نداشته باشی طوری براتون چرخ میده که به خودتون بگید راست میگه ها، چطور من اینجوری بهش فکر نکرده بودم. به خاطر اینکه رسانه اصولا دست کسایی که بسیار هوشمند و با ذکاوت انتخاب میکنن که راجع به چی صحبت بکنن، کی، چجوری و چطور تاثیرگذارتر باشن، چطور یاد بگیریم که درست بخونیم. یه سری کارا وجود داره که میتونیم باهاشون دوباره این قدرتمون رو برگردونیم، چون فکر کردن یک قدرت ذاتیه بچه‌ها، شما فقط نیاز دارید که پرورشش بدید. اول اینکه خب سعی کنید وقتی میخواد کتاب بخونید تمرکز داشته باشید. بچه‌ها میایین میگید که من وقتی کتاب میخونم خوابم میبره و خب من میدونم دلیلش چیه، به خاطر اینکه شما وقتی همه کارتون رو انجام میدید یه دونه کتاب برمی‌دارید تو تخت زیر پتو، یه نور لایتی هم روشن کنید برای خودتون شروع می‌کنید خوندن، دیگه چشاتون گرم میشه و دیگه شب بخیر. اولین چیزی که بهش دقت بکنیم این که زمانی کتاب بخونیم که تمرکز کافی برای مطالعه رو داریم. میدونید چون ما همه رو استاپ میکنیم که صحبت نکن من دارم مثلا با تلفن صحبت میکنم، اما کسی رو استاپ نمیکنیم که صحبت نکن من دارم کتاب میخونم. خب این که اصلا مهمتره. ولی این قضیه تمرکز تا جایی درسته که قدرت فهم ما به اندازه قدرت اثری باشه که داریم میخونیمش. یعنی چی؟ مثلا من اگر یک مطلب رو بخونم که از فهم من بالاتره، من نمیتونم به راحتی بخونمش و بفهممش، باید به ذهنم کشتی بگیرم، باید فعالانه کتاب بخونم، باید اینو بدونم که آقا قرار نیست من اینو با خوندن یک باره بفهممش، باید اینو بپذیرم و باید تلاش کنم که بفهممش. اینطور نیستش که شما هر متنی رو در هر کتابی بخونید بگید چه خفن، شاید نفهمیده، شاید مجبور بشید 3 دور دیگه بخونیدش که بگید او چه خفن. ولی خیلی از ماها اینجا گیواب میکنیم، دست میکشیم، میگیم که نه دیگه سخته من نمیفهممش، یا این کتاب سخته، یا کتابش به درد نمیخوره، یا مترجمش بلد نبوده. اینطوری نیست. خیلی وقتا چون از میزان فهم ما کتاب بالاتره نمیتونیم بفهمیمش و باید کمی باهاش کلنجار بریم. طبیعی هم هست نویسنده مثلا توی 50 سالگیش میاد کتاب مینویسه، بعد من متاسفانه 27 ساله میخوام برم کتاب بخونم. خب من میگم نمیفهممش، مگه من چقدر زیستم که به اندازه فهم اون آدم 60 ساله زیسته باشم که الان بفهمم که چی میگه؟ باید تمرین کنم، باید تلاش کنم. اما خب
این تلاش چه شکلیه، یعنی باید چیکار کنم. ساده ترین کاری که بزنید همه ما الان میرسه اینه که خب میتونید مراجعه بکنید، به کسی بپرسید که این یعنی چی، یا مثلا گوگل بکنید، یا چه میدونم از حالا هر مرورگر که خود میگم مرورگر، هر موتور جستجویی که خودتون استفاده میکنید استفاده بکنید که پیدا بکنید که آقا این یعنی چی، چرا این حرفو زده و اینها، یا برگردید پیشگفتار رو بخونید ببینید که چی میگه. اما این دم دستی ترین کاریه که میشه کرد. این یعنی که اوکی من که حوصله ندارم، تو لقمه رو بجو بذار دهن من. یعنی این باز هم تمرین ذهن نیست، این هیچ ورزشی برای ذهن نیست. این یعنی که این نسخه آماده رو بریز توی مغزت. چیزی که دارم ازش صحبت میکنم این نیست، اینه که شما فکر کنید. شما جمله رو میخونید متوجهش نمیشید، فکر کنید چرا این جمله رو گفته، چرا این کلمه کنار این کلمه قرار گرفته، چرا این عبارت اینجا توی این قسمت از کتاب بیان شده، چه نشانه های دیگری در کتاب وجود داشته که میتونه به من هینت بده، به من راهنمایی بده که اینو بیشتر بفهمم. و خب این در ابتدای کار خیلی کار سختیه بچه‌ها. انرژی میگیره، مثل آدم که اولش میخواد بره رانندگی یاد بگیره، منقبض پشت فرمون، مثلا تو کلاس رانندگی از ماشین پیاده میشه همه بدنش درد میکنه، ذهنش خسته است، اولشه. چون اگر که شما 6 ماه پشت فرمون بشینید دیگه اصلا you don't care، مثلا یه دستتون رو فرمونه یه دستتون رو دنده است، اصلا دیگه براتون مهم نیست، موزیک میذارید به گوشتون کار میکنید، چون فقط اولش وای نستادید، تلاش کردید، میدونستید که بابا همه میتونن چرا من نتونم. ولی این قضیه تو کتاب خوندن وجود نداره. ما متاسفانه فکر میکنیم که کسایی که کتاب میخونن یا خیلی روشن فکرن یا خیلی مثلا یک لول بالاترن، یک جور دیگه فکر میکنن، مغزشون میکشه. این چیزا نیست، اصلا نیست. به اینجا رسیدیم که کتاب خوندن یک هنره و برای اینکه به این هنر برسیم باید براش تلاش بکنیم و انرژی بذاریم. کتاب یه تعریف خیلی قشنگی از هنر خواندن داشت. من این رو از رو میخونم که اشتباه نگم. هنر خواندن جریانی است که فکر بدون کمک از منبع خارجی و با تمرکز روی مطالب نوشته شده با استفاده از نیروی فکری خویش سبب ارتقاء خود می شود. برای ذهنی که تمرین ندیده یه سری تمرین وجود داره که میتونه بهش کمک کنه بهتر فکر کنه. اول اینکه سوال بپرسید. کتاب رو که میدن دست شما، اولین چیزی که شما چشمتون بهش میخوره عنوان کتابه. بچه‌ها یک نویسنده خوب یک عنوان رو همینجوری انتخاب نمیکنه، فکر میکنه برای انتخاب عنوانش و قطعاً پشت اون عنوان فکر شده، انرژی گذاشته شده. پس شما به این فکر کنید که آقا چرا این اصلا این عنوان رو انتخاب کرده. شما به تمام شاهکارهای ادبی که خوندید برگردید. اگر یک عنوان بی استدلال و بی منطق پیدا کردید، من بهتون هر کتابی بگید و هدیه میدم. چطوره؟ اینکه چرا پدیده ها اینطور توصیف شدن، مثلا به آفتاب انقدر پرداخته شده توی کتاب، چرا به صداها انقدر پرداخته شده توی کتاب. اینا همه هینته، اینا همه چیزایی که نویسنده داره به شما میگه نگاه کن، از این من دارم از این استفاده میکنم. مثلا از نور آفتاب، نور آفتاب سمبل خیلی چیزا میتونه باشه و همه ما اینا رو میدونیم ولی بهش فکر نمیکنیم. حالا چرا سوال بپرسیم از خودمون؟ چون کمک میکنه که ذهنمون رو بیدار نگه داریم، چون دنبال نشونه میگردیم که یه علتی رو پیدا بکنیم که بخوایم برای اون علت حالا دنبال یک معلولی باشیم. and that's what we want. دقیقاً چیزی که ما میخوایم همینه که تو کتاب دنبال یه چیزی بگردیم. نکته مهم برای اینکه این کار رو انجام بدیم اینه که یادداشت برداریم. مهمه کجا بنویسیم؟ بله مهمه کجا بنویسیم. شما باید جای یادداشت رو بنویسید که اگر برمیگردید متن رو نگاه میکنید بدونید که برای کدوم خط این یادداشت رو نوشتید. 11 خط توی متن باشه، شما بالای صفحه یادداشت بنویسید. خب من نمیدونم که راجع به کدوم خط داری صحبت میکنی. این مغزته که دوباره داره به خودت صحبت میکنه. پس بهتره که یا دورش دایره بکشید اون گوشه بنویسید، یا چه اگر خیلی وسواس دارید یه برگی بذارید در کتابتون، هر کاری که خودتون میدونید باهاش خوشحال ترید، ولی یادداشت بنویسید. یادداشت هم باعث میشه که ذهنتون متمرکز بمونه، هم باعث میشه که ذهنتون دوباره فکر کنه به چیزی که بهش فکر کردید، چون ذهنتون داره الان میبیندش، چیزی رو که فقط به صورت انتزاعی توی مغزش میگذشته رو. و سه اینکه زمانی که شما کتابو تموم میکنید میذارید کنار، بعد 6 ماه دوباره برمیگردید یه تورقی میکنید، میبینید که اینجاش اینجوری بود، داستان اینجوری بود. اینطوری کتابا هم دیرتر از یادتون میرن. و من خودم شخصا خیلی لذت میبرم زمانی که میرم و برمیگردم به کتابی، چون برمیگردم وقتی میرم که من ذهنم مثلا 5 سال پیش درگیر چی بوده، مثلا این چیه، یا چه میدونم دمم گرم مثلا تو 18 سالگی چجوری به همچین نکته توجه کردم، در صورتی که الان اصلا نمیتونم به همچین نکته توجه کنم. این سیر تغییرات رو توی خودتون میبینید و خب چی از این میتونه جذاب‌تر باشه برای آدم که رشد و برگشت خودش رو ببینه. یه چیز کوچولو دیگه هم میخوام بگم.
و اونم این هستش که اگر در ابتدای مسیر کتابخونی هستید، با چه کتابی شروع بکنید و کتاب خوندن رو یک عادت بکنید. اول دومی رو بگم، چطور میشه کتاب خوندن عادت کرد یا چطور این همه کتاب آدما میخونن؟ اینطوریه که بچه‌ها همیشه آدم کتابی داره که بخونه. هر جا میری یه کتاب کوچولو میتونی تو کیفت داشته باشی که بیکار که شدی برش داری بخونیش. هم حس خوبی بهتون میده، هم اون حسی که همش دستم گوشیه یا چه میدونم حیف مثلا من از این تایم دارم استفاده نمیکنم و با این قشنگ میشوید میریزید دور، همین که چیزی بهتون اضافه میشه. 5 تا کتاب میخوام معرفی بکنم برای کسی که ابتدای راهن و کتاب‌های خوبیان و فکر میکنم که این 5 تا اگر بخونید میتونید این کارا رو روشون پیاده بکنید و لذت ببرید و در ابتدای راه شاید نیاز نداشته باشه که خیلی با مغزتون کشتی بگیرید، ولی باید کشتی بگیرید. من کتابی نمیخوام بهتون پیشنهاد بکنم که فقط لذت کتابخونی رو تجربه کنید، چون لذت کتابخونی به داستان جذاب و پرکشش و گیراش نیست. به این هستش که به نظر من که ممکنه اشتباه باشه، به این هستش که شما احساس بکنید چیزی رو در خودتون کشف کردید که تا حالا نمیدونستیدش. کتاب اول 4 تا کتاب گفتم 5 تا 4 تا. کتاب اول کتاب مغازه خودکشیه. من اینجا دارمش، 3 تاشون رو دارم، یکیشو ندارم پیش خودم. کتاب اول کتاب مغازه خودکشیه. این ترجمه الان عوض شده، چشمه ترجمه دیگه میزنه که اصلا کلا چشمه تو ترجمه حرف برای گفتن نداره، نزنه بهتره. ترجمه احسان کرمویسیه و ژان تولی نوشتتش. به خدا دیگه میترسم اسم فامیل نویسنده رو تلفظ کنم. چرا میگم کتاب بخونید؟ به این خاطر که اولا که خیلی کوتاهه و قشنگ راحت میتونید بخونیدش. یه واسه خیلی روونی داره، مترجمش هم ترجمه خوبی درآورده و یک فانتزی سیاهه، به این جهت که فانتزی در یک جهانی زیست میکنن که جهان واقعی نیست، اما از اون فانتزیایی نیستش که بگید چی میگه این خوش دلش، اونجوری نیست، اصلا دلش خوش نیست و یک پایان فوق العاده جذاب داره. الان اونایی که خوندن میان می‌نویسن که چرا میگه جذاب، پایانش ولی خیلی خوبه، اینو بخونید و مثلا مقدمه‌شو بخونید، مقدمه‌اش خیلی مقدمه خوبیه. کتاب بعدی کتاب درباره معنی زندگی ویل دورانته که نامه‌ای که ویل دورانت و خیلی‌ها می‌نویسه که یه آدمی اومده پیش من میخواد خودکشی کنه، تو بیا بگو چرا نباید خودکشی کنه. چرا تو کتابم راجع به خودکشیه؟ این هم خیلی کتاب خوبیه، تم فلسفی داره. اگر از اون دسته افرادی هستید که دوست کتابای مثلا با تم فلسفی بخونید، این کتاب خیلی کتاب خوبیه. شهاب‌الدین عباسی مترجم بدی نیستش. من کتاب دیگه ازش خوندم که ترجمه‌شون رو دوست نداشتم، ولی خب ترجمه این کتاب ترجمه خوبیه. کتاب بعدی کتاب سیر عشقه. اینو برای اون آدمای پیشنهاد میکنم که میخوان وارد رابطه بشن یا میخوان خودشون رو بسنجن ببینن آیا مناسب هست براشون از نظر زمانی که وارد رابطه بشن یا نه، که متاسفانه ما هیچ وقت راجع به رابطه و ازدواج هیچ کتابی نمیخونیم و حیف. خیلی کتاب خوبیه، از آلن دوباتن. دوباتن کتاب دیگه هم داره، اونو نخونید بچه‌ها. اون کتاب رو نویسنده زمانی که جوان بوده نوشته و این کتاب رو زمانی که بالغ بوده نوشته و خودش میگه که من اون موقع خام بودم، اینجا پخته شدم. حالا دیگه up to you، هر چی دوست دارید بخونید. نظر من 100% سر عشقه. نشر میلکان چترنگ زدتش و ترجمه خوبی هم داره. کتاب آخرم که دارمش، چون نیاوردمش، یه دقیقه من پاس کنم که دوباره بیارم. کتاب طاعون از آلبر کامو. ولی حالا ما الان اینجا چه کس به من خورده نمیگیره که کامو رو گفتم کامو، در صورتی که مثلا گفتم آلبر، در صورتی که زمان اسم طرف آلبر نیست. اینو نیلوفر زده، ترجمه رضا سیدحسینیه. ترجمه خوبیه اما نثر یکم قدیمی داره. برای کسی که تازه میخواد کتاب بخونه شاید این ترجمه مناسبی نباشه. ترجمه چیزو بخونید، کاوه میرعباسی، نشر چشمه زدتش. اون ترجمه خیلی ترجمه روون‌تریه از نظر من. این کتابم خب اولا که کامو نوشتتش، دوم که رویارویی یک جامعه با یک بیماری رو راجع به صحبت میکنه و کتاب خیلی خوبیه برای شروع. امیدوارم که این ویدیو خلطتون نکرده باشه و فکر نکرده باشید که من میخواستم بهتون یاد بدم چجوری کتاب بخونید. من میخواستم چیزایی که از کتاب چگونه کتاب بخونیم یاد گرفتم و با شما شیر کنم. ما همه رفیقیم، روی هم میشینیم و من هیچ وقت هیچ ادعایی مبنی بر خفن تر بودن خودم ندارم. ما هممون خفنیم. به امید فردای روشن. خدا نگهدار.